سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امروز یه کتاب داریم به اسم نوبتی بازی کنیم. بازی خیلی بامزه است. گاهی موقع بازی دلم میخواد چیزایی رو داشته باشم که دیگرون دارن، یا بچه های دیگه دلشون میخوان وسایل من رو داشته باشن. من راهی بلدم که بتونیم با هم کنار بیایم. ما میتونیم از وسایل همدیگه شریکی استفاده کنیم. یه راه برای اینکه بتونیم از وسایلمون شریکی استفاده کنیم اینه که اونا رو بین خودمون تقسیم کنیم. یه راه دیگه اینه که همه با هم از وسایلمون استفاده کنیم. بازی دست جمعی خیلی بازی با مزه تر از تنهایی بازی کردنه. عوض کردن وسیله هامون با هم دیگه هم راه خوبی برای شریک شدنه. دوست من میتونه از وسایل من استفاده کنه، منم میتونم از وسایلش استفاده کنم. نوبتی بازی کردنم راه خوبیه تا بتونیم شریکی از وسایل مختلف استفاده کنیم. اگر نشه در یک زمان همه با هم از وسیله استفاده کنیم، من میتونم منتظر بمونم تا نوبتم بشه. من میتونم چیزایی رو که بلدم به بچه‌های دیگه نشون بدم. میتونم این چیزها رو به اونا یاد بدم. من میتونم بچه‌های دیگر رو که در چیزهایی که به خودم مربوط میشه شریک کنم. یعنی میتونم اجازه بدم بقیه هم از چیزهایی که خودم درست میکنم یا کاری که انجام میدم استفاده کنم. وقتی به کسی کمک میکنم یعنی به اون فرد اجازه دادم که در استفاده از وقت من شریک بشن. ممکنه من به یه دوست پیشنهاد بدم که از یه چیزی شریکی استفاده کنیم، یا اینکه ممکنه یه فرد دیگه به من چنین پیشنهادی بده. خب گاهی من از دوستم میخوام که از چیزی شریکی استفاده کنیم. وقتی کسی قبول میکنه که با من در چیزی شریک بشه، من خیلی خوشحال میشم. اگه دوستم نخواد با من شریک بشه، من میتونم از یه وسیله دیگه استفاده کنم. شریک شدن با دیگران همیشه آسون نیست. ممکنه من چیزی داشته باشم که فقط مخصوص خودم باشه. ممکنه نخوام اون وسیله شخصی رو با کسی شریک بشم، یا ممکنه اون موقع حاضر نباشم وسیله خودم رو در اختیار بچه دیگه‌ای بذارم. اشکالی نداره، من میتونم با دیگری شریک نشم یا به اون فرد پیشنهاد کنم که یه وقت دیگه‌ای از اون وسیله استفاده بکنه، یا اینکه یکی دیگه از وسایلم رو به اون بدم و بگم از اون استفاده کن. گاهی با اینکه برامون سخته تصمیم میگیریم که یکی از وسایلمون رو به دیگری بدیم تا اونم از اون استفاده کنه. وقتی برای استفاده از چیزی با کسی شریک میشم یا قبول میکنم که از چیزی نوبتی استفاده کنم، آدم بخشنده‌ای میشم. من یاد میگیرم که راه درست رو انتخاب کنم. من یاد میگیرم که به دیگرونم فکر بکنم. فرقی نمیکنه که کجا یا همراه چه کسی باشم. همیشه راه‌های خاصی وجود داره که بتونم با دیگران شریک بشم. بچه ها، اینم از سری کتاب‌های بنفشه بود. قصه ما به سر رسید، کلاغ ما به خونه‌اش رسید.